خیلی شکرم. من اصلا جیگرشو ندارم کسی رو برنجونم، چه برسه که اون کس شما باشید. اون موقع که این برنامه رو ضبط میکردن 10 روز به من هر روز زنگ میزدن که بیا، من نمیرفتم. یه صدای ته قلبم میگفت نرو، من اولا بهش گوش میدم. دیگه روزهای آخر نمور دنده خور شدم، چون بهم میگفتن یعنی تو نمیخوای کف تهران زندگی میکنی یه قدم واسه رپ فارسی برداری؟ من همه تصورم بود که واقعا دارم قدم برمیدارم. من همه عشقم اینه که بهم میگید رفیق تنهاییامونی، همین یه قلم بس واسه این یه ذره زندگی که دارم. اشتباه کردم. من فکر میکردم که این خانواده دوست داشته باشه که کف ایران، واقعا شاید دوست داره که چند تا قدم برداریم، بذاره فعالیتش کف ایران بیشتر بشه. الان که میبینم اینجوریه، من تو این سالا تو آهنگام تو کارام شخصیت منو دیدین، منو میشناسید. من آدم ناراحت کردن شما نیستم. اشتباه کردم. شرمنده.